محمد رضا شاه با نفوذی که در اوپک داشت مؤثرترین فرد برای تعیین قیمت نفت و سیاست‌های اوپک بود. اوایل دهه 1350 محمد رضا شاه قیمت نفت ایران را از بشکه $2 به $7 بالا برد و درآمد ایران از نفت 20 برابر بیشتر شد. ارزش ریال ایران چند برابر بیشتر از دلار آمریکا شد و نظام پولی جدیدی در دنیا به وجود اومد. روزنامه‌های اروپایی دولت ایران را به عقاب اوپک عنوان کردند. محمد رضا شاه در مصاحبه‌ای با گزارشگر آلمانی اعلام کرد سهام بزرگترین صنایع دنیا را خواهیم خرید. طی بالا بردن قیمت نفت ایران، اروپا دچار تورم شدیدی شد، طوری که کل دنیا در مقابل دولت ایران سرخم می‌کردند. تعظیم امپراتوری ژاپن در مقابل شاه ایران، زانو زدن ملکه اسپانیا در مقابل شاه، تعظیم هارولد ویلسون نخست وزیر انگلیس در مقابل شاه، تعظیم پادشاه عربستان در مقابل شاه ایران، تعظیم پرنسس مارگارت خواهر ملکه الیزابت در مقابل شاه ایران. و این همون شاهی بود که به او نوکر آمریکا میگفتند.